وزارت کورای داخله در شهر وحدت مکتوب شرکت کمبینات ارد دوشنبه وارد شده است که مرد 33 ساله ساکن شهر مذکور با روی فریب به باوری رهبریت شرکت مذکور در آمده از کمبینات برای فروش به مبلغ 776,050 سومانی محصولات ارد گرفته مبلغش را تا حال برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کورای داخله در شهر وحدت با عریضه زن 26 ساله ساکن جماعت دهات عبدالوصیف شهر مذکور مراجعت نموده است که ماه اپریل سال 2021 در حدود دهه مهرگان شخص نامعلوم با راه زوراوری یک عدد جزودان که در داخل آن یک عدد گردنبند طلایی، یک عدد انگشترین طلایی، یک عدد تلفن موبیلی و 200 سومانی بود تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 8400 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 26 ساله ساکن جماعت دهات عبدالوصیف همین شهر با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.